بسم الله الرحمن الرحیم. دقت داشته باشین برادران، بحث امروزی شما در تب هم گروپ دراینگ است. کدام گروپ است؟ دراینگ گروپ است. هدف را گرفتیم. اینی گروپ کی است برادران؟ گروپ بسیار اساسی و گروپ مهم در رسامی و همچنان اشکال دوبودی شما را چی میکنن؟ زیاد کمک میکنن. یعنی در تمام اشکال دوبودی این گروپ شما را از حد زیاد کمک میکنن که 2D و 3D را او روز براتان معرفی کردیم. برای هر پلان خود باید دراینگ داشته باشید. او دراینگ را شما در پانتونام خواندید، براتان کار هم کردن که اولین کماندی که در اینجا است عبارت از چیست؟ لاین است. لاین برای ترسیم کردن اشکال مختلف استفاده میشه و خود لاین قطع لاین ها را چی میکنه؟ ترسیم میکنه که بعدا میتونیم پولی لاین ها و غیره را هم بگیریم. لاین را بگیرین، این از اینجا کلیک کنین لاین. زمانی که لاین را انتخاب کردی میگه نقطه اول تمایل کو. از کجا شروع میکنی؟ میگم کار شروع ما از این نقطه است. مبدای یک نقطه که تخت را خوانده نه، مبدایش معلوم شد تا کجا ادامه پیدا کنن. میشه مستقیم اینجا این اندازه کاستوم است کلیک کنی، ولی اگر یو را فشار دادی، یعنی این کلیک شد اندازه معین نشد، یو را فشار بدین اندو میشه. یو برای چی است؟ اندو. کلیک کنین اون نقطه چی شد؟ اندو شد. یعنی در حالت ترسیم هستیم. ما میگم این را به اندازه 4 متر این طرف میاریم. اوکی، به این شکل چند متر میاریم؟ 3.2. یعنی اندازه چند شد؟ 3.20. 3 متر و 20 سانتی. انتر بزنید. به این شکل چند متر است؟ دوباره 4 متر و آخرش لاین ختم شد. 3 را فشار بدین. 3 برای چی است؟ بسته کردن یک پست. حالی این را نگوین که این چی شد. این میشه یک اتاق باشه، میشه یک حویلی باشه و یا اشکال مختلف. سعی کنین حالی کم استعمال از این را هم براتان کار میکنیم. میایم در کجا؟ ال کماندش چی است برادران؟ ال مهم ای است. ال را فشار میدین برای لاین. کلیک کن. نقطه اولی تان تعیین شد. اینجا چند متر است؟ میگم 25 متر. اسپیس صحیح شد. خورد میکنیم توسط ماوس. این را خود میفهمین. این به این شکل چند متر است؟ 15 متر به طور مثال. انتر. به این شکل چند بود؟ 25 و به این شکل 30 برای بسته کردن. بعدا Z برای زوم، ای برای اکستند. مکمل استیج براتون چی شد؟ زوم شد. مشکل چیز خونه است؟ حالی دقت داشته باشید. این لاین را ما گرفتیم که تا همین لاین کماند های دیگه یک جای میشه تا یک ساختمان جور میشه. مثلا او برای چی است؟ آفست است. نخواندین میخوانین. مثلا براتون میگه چی که آفست بگیری؟ اشاره 35. یعنی خشت چی قدر است؟ 1.5 خشت 35 سانتی. انتر بزنین. اینا از این لاین ما میگم سکو به طرف بیرون کپی میگیریم. آیا ای به این شکل جدا نامده؟ خب اگر امین لاین نمی بود امکان داشت؟ نداشت. حالی ببینیم اف را فشار بدین. چرا؟ اف فلت میکنه. چی میکنه؟ فلت. مثلا میگم اینی را که تا ازی وصل کن. باز سکو کماند یک بار گرفتیم، بار دوم ضرور نیست. اف را دوباره فشار ندین، صرف کلید انتر و یا اسپیس را فشار بدین. اینا کلیک. اوکی، میبینی کلیک میکنیم. آیا این تمام لاین ها جدا نیستن؟ اینجا سکو ماوس را بیار، اسکرو را بالا ببر. میبینی زوم چی که کار میکنه. پس آیا یک اولی امروی ما رسم نشد؟ یک اولی رسم شد یا نه؟
ولی مثلا این گاراژ دروازه از این کجا میگذاریم؟ اختیار داریم در هر جایی که میگذاره ما میگیم دروازه از این اینجا میگذاریم. ایسه کن یک آفست میگیریم به طور مثال چند متر اشاریه ای چند سانتی است؟ 35 اشاریه 15 دیگه میتیم. چرا که نیم متر شوه، یعنی این پایه چی قدر میشه؟ نیم متر میشه. باز هدف را گرفتین نه؟ نیم متر این پایه شد. باز کلیک میکنیم میگیم دروازه ما 3.5 است، 3.5 متر است، یعنی اینی لین را بگی. باز یک پایه دیگر را میتیم 1 متر، یک را فشار میتیم. میفهمین نه؟ باز انتر میزنیم یک پایه دیگر، یک دروازه دیگر 1.5 یعنی 1.5 متر یک دروازه دیگر خرد را در پالیش میگیریم. هدف را گرفته نه؟ این دروازه خرد، این دروازه بزرگ. دیدین نه خانه ها را؟ بعدا اینی سه که اینجا یک اکستند ضرورت داریم. چی ضرورت؟ ای ایکس برای چی؟ اکستند. یعنی اینی را کلیک کن، کلیک میکنیم، ایرم کلیک میکنیم و ایرم سه شد. یعنی امی لاین هدف ماست که شروع کار ماست چی بود؟ از لاین بود. حالا ببینین با کجا میرسه. حالا اگر اسکیپ زدین چی کماند کنسل میشه. اسکیپ چی میکنه؟ کنسل. تی آر دبل انتر. تی آر برای چی است؟ تریم. یعنی اینی دو دروازه را گرفتیم یا نه؟ بعدا یک سرکل بگیریم. سی برای چی است؟ سرکل. یعنی میگیم از این نقطه شروع، ولی اینجا یک لاین بگیریم. ال برای چی؟ لاین. از نقطه وسطی از این نقطه شروع. سکو ارتو باید آن باشه. چی باشه؟ آن باشه. اینه کلیک به اینجا بسته. بعدا چی کار میکنیم؟ سی برای چی؟ سرکل. یعنی اینجا یک نقطه میگیریم. اینجا که آمدی سکو نقطه مرکز. اگر اسنپ چک نباشه بر ما این را نشان نمیده. اینه کلیک کن. دوباره سپیس را فشار میدیم. دیگه ایرم کلیک میکنیم از این طرف، این از اینجا شروع این طرف. صحیح شد؟ آلی این قسمت های اضافی از بین بره یا نه؟ مستقیم تی آر دبل انتر. از این دو دانه اینی از بین بره، از این یعنی اینی لاین از بین بره. صحیح است؟ اینی مکمل از بین بره. امی تو راست یا نه؟ نه. صحیح شد؟ حالا این قسمت های اضافی ای برای چی است؟ ایرس. اینا کلیک کو اینیم میتو راست یا نه؟ هدف را گرفتیم. خب کاری امی چی بود؟ لاین بود. صحیح است نه؟ کار چی ما بود؟ لاین بود. ولی دقت داشته باشید در اینجا هر لاین را که میبینی آیا یک کتا لاین نیست؟ یا کتا لاین ده کنه یا دقیقه ده. خیلی اینجا ما یک لاین دیگه داریم به نام چی؟ پولی لاین. پولی لاین مانند لاین است ولی این با لاین های پولی لاین های استفاده میشه. پولی لاین ها اینی شکل را میبینی؟ یک پولی لاین یک یو کانگریت دار. یو کانگریت پولی لاین یک کانگریت است بچیه پولی لاین تو صحیح است. خیلی برای امریکا زد انتر دیگه زد و ای را پرسان نکنه. خیلی برای پولی لاین کماندش میگم ای را کلیک کن. زمانی که کلیک کردی میگه اسپسیفای استارت پوینت، شروع کارتان اینجا چند متر است ای؟ میگم اینجا کلیک، اینجا کلیک، اینجا کلیک، اینجا کلیک. خیر است. این پراپرتیز شامل کار میکنم. کل پراپرتی، هر پراپرتی از این را باید بفهمید. اینا کلیک کن. میبینی؟ حالا این که ختم میشه، مثلا اینجا ما این را بسته کردیم، انتر زدیم. حالا این را که انتخاب میکنی کلش یک لاین است. میبینی؟ فرق بندی و رسیدی؟ فرق بین لاین و پولی لاین فهمیدی؟ که شارکت از این برادرها یعنی کماند از این پی ال است.
سیستانه پی ال برای چی است؟ پولی لاین ها هست. مثلا اینجا کلیک کردیم همون پولی لاین است. هدف را گرفتیم، ختم. هدف ما خستم نه یا وظیفه نکوي کنه، وظیفه لاین نه خو کله استعمال کی فرق کوي، د استعمال فرق میکنه. مثال میگم اگر ما پی ال را بگیریم انتر فشار بدیم، چی را گرفتیم؟ پی ال انتر سکم پی ال انتر، اینجا شروع کردیم کار شروعی ما سیست 2 متر انتر زدیم، 2 متر اینجا انتر زدیم، 2 متر به این طرف و سی برای چی هستن؟ سی برای کلوز است. حالی یک آفست میگیرم اشاره چند؟ 35 یک و نیم خش. از اینجا کلیک میکنم بیرون، طول دیوال آفست واخستله شد چون این جدا نیست. اس پیو رسیده. حالی این در کجا استفاده میشه؟ در اکثریت اوقات مونگا برای پیک های خانه اکثریت اوقات خود کامپیوتر و در مسائل دیگه استفاده میکنیم. حالی استعمالش برای کم کار میکنیم. قبل از اینکه استعمال کار کنیم مهم این است که پراپرتی از این را بفهمیم. این است که نکته شروع ما. اولین چیزی که پراپرتی است ارک. مثلا اینجا کلیک کردیم، اینجا یک گلایی آمد، خانه ها را دیده نه؟ مثلا یو را فشار میتیم اندو، مثلا این 3 متر عرض شد، باز اینجا مثلا زینه می آید. برای از این چی را استفاده کو؟ ای را فشار بتیم، یعنی در حالت ترسیم پولی لاین هستی ای را فشار بتیم. ای را که فشار دادی اینجا براتان میگه در کدام زاویه تو میخوای ای را بیاری. در ای باید اف را غیر فعال کنین. میبینی خودش نشان میده، دیدین نه؟ هدف را گرفتین؟ خیرای پیک دیدین نه؟ مثلا اینه به این شکل هر اندازه ای که میتین سه کنین. این اندازه زاویه تعیین نکو، اندازه عرض از این تعیین کو. عرض میبینی؟ برش میگم به این شکل اف را فشار میتیم به این شکل. میبینی چند است عرض از این؟ عرض همی دالز جایز نمیگم 3 متر است. پس کلیک کو مستقیم چند متر است؟ اینو میبینی 3 متر به این شکل است و سی برای چی است؟ کلوز است. یعنی سی برای چی است؟ بسته کردن. هدف را گرفتیم. اینا دوباره کلیک میکنیم میشه. پس دوباره این 3 متر اینجا تایپ کنید. دیدین نه اکثریت جایا مثلا گلایان و چرایان و تا ټول پیک کې ډیر استعمالو. این ارک را در پیک ها زینه خامو پیک زیاد چی میشنه، یعنی دو تا حالت ها ما از این زیاد استفاده میکنیم. این یک پراپرتی. پراپرتی دیگه شه ببینیم. پی ال برای پولی لاین است، یک نقطه تعیین شد. دیگه چی است؟ هل یا هل ویت است. مثلا این را اینجا کلیک کردیم، اچ را فشار بدین برای هل ویت. این را کلیک کردی سکو ایده ای زاویه می، مثلا اف را فشار میتیم ای کلیک کن، ایده یک زاویه برش تعیین میکنیم. مثلا این به این شکل یک دکه. شاید شما بگوین این چی میکنه، کدیشی تاسو دا فکر وکړئ. صحیح ده؟ این در کدام حالت است؟ امی در سرک ها کسایی که کارهای ساختمانی کرده باشه میفهمن. سرک بزرگ است، باز در بین سرک پل می آید برادر. این پل نسبت به سرک کوچک می باشه، این را امتحان کنه، یعنی نسبتا فاصله کم می باشه. این سرک است از اینجا و اونجا میره. این سرک میره بین از این برای حیات الله کشیدن در اینجا پل میآید. این پل که میآید اندازه از این پل را کم کوچک میگیره. سرک مثلا اونجا اینه که در اندازه کوچک میشه، اون اندازه برای شما صحیح معلوم هم نمیشه. به خاطر چی؟ پل مثلا مکمل این سرک روان است، باز پل اونجا پایه هایی که میتن اونجا پیاده رو در بین همین سرک
یعنی نسبتا کوچک میشه. عدد را گرفتیم. ولی فکر کن ما یک سرک را رسم میکنیم. اینجا میگیریم پی ال برای پولی لاین اینجا کلیک کردیم. استارت وید ما افکت را آن میکنیم یا به این شکل استارت وید ما اچ را فشار میدیم، چند میگیریم به اصطلاح 0 میگیریم، چند میگیریم یا مثال 4 میگیریم. عرض شد چالو شروع ده ادغی زی پوری چو ده مثال اینجا هم 4 است تا به این نکته چند هست؟ اچ را فشار میدیم، چند میگیریم ایرم هم 4 میگیریم. میبینی؟ یعنی 4 در 4 گرفتیم، ولی اینجا کلیک میکنیم اندازه را بعد از این کم کوچک میکنیم. لگه سه وارا کوم اندازه اینجا کم کوچک میکنیم. اشاره مثلا چند میگیریم؟ 3 میگیریم. فکر مشو یا متر کم شو که نشو. پس میشه که وید از این هم کم بگه و یا میگیم نکته اولی به این اندازه باشه، نکته دومی به اندازه دیگه. این را کلیک کن، این استارت پوینت. نکته اولی ویدش چند میگیریم؟ 0 میگیریم، یعنی هیچ اندازه نداشته باشه. نکته اولی 0 شد، اینجا چند باشه؟ اینی را کلیک کن. لیدلی مودی کنه هدف را گرفته؟ امی تو اندازه بزن. سوال چیز است؟ باز کلیک میکنیم، میایم دیلیت پی ال برای پولی لاین. نکته اولی باید معلوم باشه. در اینجا میشه لنت را معین کنیم. لنت از این را معین کن. لنت چی قدر است؟ ال را فشار بده. ال میبینی لنتش چی قدر است؟ میبینی میگیم 6 متر. میبینی مکمل چی قدر است؟ بخواد شروعش کوچک بودنه یا شروعش بزرگ میشد، نقطه آخرش کلان میشه. این باز لنت است مکمل امو طولش براتون معین میکنه که چی قدر شما میگیره. سیستم و یک پراپرتی دیگه هم مانده. یک پراپرتی دیگه هم مانده. پراپرتی چی است؟ پی ال اندو است. مثلا این را گرفتیم، یو را فشار بده، مثلا اینجا کلیک کرده، یو را فشار بده اندو کنه و عرض ازی فعلا چی قدر است؟ اینه قدر. دبلیو را فشار بده، چند میگیره ارزش؟ 0. بس خلاص. نقطه ارزش چند شد؟ 0. پس کلیک هر نقطه را کی میگه؟ مشکل ششته. خب گفتم این را در کجا ما شما استفاده میکنیم؟ در چت ها و غیره. چت چکل زوم مونگه دینا کار اخلو سیده کنم چرا چت یک کانگریت می باشه باز از این استفاده میکنیم. سیده ولی ببینید زد انتر ای انتر. اول اگر ما این را بگیریم برای چی؟ ویده از این چند میگیریم؟ اچ را فشار میتیم، یک زیاد است 0 ویدش 0. صحیح شد؟ یعنی ای را گرفتیم اردوی 0 شد. مثلا یک اولی است 10 متر به این شکل است یا یک اتاق است 5 متر 10 متر و 30 کلوز. بعدا یک آفست میگیریم اشاره 35. صحیح شد؟ بعدا این را ای اکس اکسپلود میکنیم. چی میکنیم؟ ای اکس پی اکسپلود. صحیح است؟ ای اکس پی ال اکسپلود میکنیم، یعنی این را از هم جدا میکنیم. صحیح است؟ صحیح شد؟ این چند متر است؟ 10 متر است. یعنی آفست را میگیریم 1 متر از این دیوال اندازه داشته باشه، باز آفست میگیریم 2.5 نیم متر اشادار داشته باشه، یک دانه اینجا باز یک آفست میگیریم 1 متر دیگه هم اینجا باید داشته باشه در بینش، باز یک 2 نیم متر اشادار دیگه میگیریم. صحیح شد؟ بعدا ای اکس تی
اکستند میکنیم یا اکسترود فعلا نمیکنیم. ای ایکس اکستند دبل کلیک سکو ای ایکس چی میکنیم؟ اکستند. صحیح شد؟ بعدا تی آر دبل انتر ایره ختم میکنیم صرف با فامین. صحیح شد؟ حالا اگر دیوالای از این ما بالا میکنیم یک پراپرتی میم یک دیوال را لیرش میسازیم دو لیر. چند لیر است؟ دو لیر. یک لیر برای رنگ دیوال ها، دیوال را اینی رنگ دادیم. دیگه برای کانکریت لیر دوم، کانکریت را مثلا اینی رنگ دادیم. صحیح شد؟ دو لیر می جوړ کړی کنه. حالا ما اینی لیر را میگیریم، لیر دیوال بی او باوندری میکنیم. بی او برای چی است؟ باوندری. باوندری که کردیم اینا پیک میکنیم، اینی را امرا به ای شد. یعنی لیر سفید را فعلا پنهان میکنیم. لیر سفید را چی کردیم؟ پنهان کردیم. اینی لیر باشه. دفعتا ای ایکس تی ای را اکسترود کو. چی کو؟ ای ایکس تی چی کو؟ اکسترود یعنی سیبودی بسازی ای را. چند متر ای را بالا میبریم؟ 3 متر به طور مثال. این اتاق ما چی قدر بالا رفت؟ 3 متر. اینا شاید آلی برای تو معلوم نشوه. وی را فشار بتین چرا؟ وی از اینجا شما این شکل بگیرید و ست کنین، تاپ یو را نمیگیرید. میبینید فعلا سکو خالی معلوم میشه. این را شما شید نوشته کنید. چی نوشته کنید؟ شید. اوکی کن. کدام شید را بالایش تطبیق میکنی این را؟ شد یا نه؟ دیگه خوب یک کرد که حالا این چت است یا نه؟ چت خب کلش یکی است. خیلی ای را دوباره وی فشار بتین، به ای را تاپ یو بگیرید، سیت کردن اوکی کنید. برای این کار کم ای را اندازه کوچک کنید. برای این کار ما از چی استفاده میکنیم؟ پولی لاین. پولی لاین را میگیریم این دی لیر میگیریم پولی لاین. اوکی کن. از این نقطه شروع کن. اینجا کلیک، اینجا کلیک، اینجا کلیک، اینجا کلیک، انتر شد. یعنی دفعتا اینی لیر را آل پنهان میکنیم. لیر داریم یعنی یا ما میفهم یعنی ایرا هم شما بی او باوندری کنید. سیستا باوندری پیک پوینت اینی نقطه انتر زدیم. ای ایکس تی اکسترود کو کدام نقطه را؟ اینی را. چی قدر اندازه چی کانکریت سومره ورکوی 15 مثال اشاره 15 سیس 15 سانتی بس بی 215 خواهو شکل اچوی سیش آلی ویرا فشار بتین. کدام شکل میخوای؟ اینی را ست کن بره چت راولو کنه. آلی اینی چت را ما کم بالا میبریم. یعنی اینی را توسطی امی لیر دیگر را باز میکنیم. اینی را دقیقه کنه دلتا وسو داره ده کنه ده. اینی را شما ام را فشار بتید برای موف. موضوع خوبی است که اینی را کم پنهان کنین یا ای را قفل کن. لیر را چی کن؟ قفل کن. او را بیرون اینه صحیح شد. ای را که قفل کردی ای را انتخاب کن. این نکته را میبینی از این نکته ای را کش کن. اینه کلیک بیای در کجا؟ اینه نکات را بیخی متوجه باشید. اینه ببینید زد انتر ای انتر. این کاری چی بود؟ پولی لاین بود یا نه؟ هدف لاین و پولی لاین را فهمیدید؟ یعنی اینطور نیست که ما ای را استفاده نکنیم. یعنی 100% ای را استفاده میکنیم. خواهی که در کجا استفاده میشه ای بعدا میای. سوال چیز خو نیست.